یه پرونده است که توی ترکیه مردم چند هفته یه سال به ذهنشون اومده بود. چطور ممکنه یه دختر بچه 3 ساله وسط اون شلوغی یهو ناپدید بشه؟ سلام. توی روز 21 نوامبر 2021 یه خانواده عشایری نزدیک شهر مرسیل زندگی می‌کردن. اسم این خانواده یاوان بود. اونا هم مثل خیلی از عشایرا زندگیشون وابسته به کوهستان و طبیعت بود. اونا یه دختر بچه 3 ساله به اسم مسلمه داشتن. مسلمه اون روز بیرون از چادر داشت بازی میکرد، اما وقتی خانواده‌اش دنبالش گشتن یهو دیدن ناپدید شده، انگار اصلا هیچ موقع اونجا بازی نمیکرد. اونا به دور اطرافشون هرچی آدم بود اطلاع دادن و فکر کردن که حالا بچه است رفته بازی کن و اینا، تا قبل اینکه هوا تاریک بشه پیدا میکنه بچه رو، میان به خانواده‌اش تحویل میدن. اونا دنبال این دختر بچه گشتن ولی اصلا پیدا نکرده بودن. هیچ جایی نمونده بود که این خانواده نگردن. تصمیم میگیرن که به پلیس اطلاع بدن تا اونا راحت‌تر بتونن این دختر بچه رو پیدا کنن. پلیس گفت توی اون روز یه تماس اضطراری ثبت شد. به ما گفتن یه دختر بچه 3 ساله توی اون کوهستان ناپدید شده و ما اینجوری فرض کردیم که ممکنه چون تو کوهستان زندگی میکنن حالا این بچه یا افتاده تو دره یا یه جایی بوده که راهشو گم کرده و به احتمال زیاد گم شده. پلیس وقتی که به اون منطقه کوهستانی میرسه، خیلی از مردمی هم که اونجا زندگی میکردن تصمیم میگیرن که با پلیس همکاری کنن و همراه پلیس دنبال اون دختر بچه بگردن. پلیس سگ‌های ردیاب می آورد تا بو بکشن شاید اون دختر بچه رو پیدا کنن و پهپادایی می آورد که از بالا کل منطقه رو چک کنه و خودش و مردم وجب به وجب کوهستان رو می گشتن، ولی هیچ اثری از اون دختر بچه نبود. پلیس جداگونه با خانواده این دختر بچه صحبت میکرد که این البته یه چیز طبیعیه، توی هر جای دنیا وقتی یه بچه گم بشه با خانواده صحبت میکنن و پلیس به هر کدوم از خانواده مسلمه میگفت آخرین بار این دختر بچه رو کجا دیدن، چه کاری داشت انجام میداد و ساعت چند بوده. هر کی یه زمان متفاوتی میگفت و زمانها با هم فرق میکرد، ولی پلیس اینو زد به حساب اون که حالا چون یا استرس دارن یا ترسیدن ممکنه که زمان دقیق یادشون نباشه. روز اول همینجوری میگذره و اونا این دختر بچه رو نمیتونن پیدا کنن. روز دوم میگذره، روز سوم میگذره و مردم اونجا کم کم امیدشون رو از دست میدن و میگن این دختر بچه اصلا شاید زنده نباشه و حتی نتونیم جسدش رو پیدا کنیم. و روزها همینطوری میگذرن و میرسن به روز 10. توی روز 10 وقتی که پلیس دوباره میاد به اون کوهستان تا دنبال این دختر بچه بگرده، جسد این دختر بچه رو توی فاصله 5 کیلومتری توی بوته ها پیدا میکنه و همه مردم شوکه میشن و حتی خود پلیس هم شوکه میشه، چون توی 10 روز گذشته چندین بار اون مکانا رو گشته بودن ولی جسد دختر بچه پیدا نشده بود. پلیس دیگه کم کم تمرکزش رو از طبیعت و کوهستان کمتر میکنه و تمرکزش رو میبره سمت خانواده های این دختر. اگر از زندگی عشایری اطلاع داشته باشید، اونجا جوری نیستش که پدر و مادر با بچهش زندگی کنه. اونا جمعیتشون اکثرا خیلی زیاده و توی یه عشایر پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه، خاله، دایی، اینا همشون با هم زندگی میکنن و گاهی اوقات حتی جمعیتشون خیلی بیشتر از این چیزا میشه. پلیس کم کم دیگه تحقیقاتش رو شروع میکنه. اون با هر یک از اعضای این خانواده چند ساعت صحبت میکنه و اونا رو مورد بازجویی قرار میده و تلفنشون رو چک میکنه و تصمیم میگیره که از هر کدوم از این اعضای خانواده آزمایش DNA بگیره و جسد این دختر بچه هم به پزشکی قانونی منتقل میکنن. وقتی که جواب آزمایش میاد پلیس شوکه میشه و متوجه یه چیز خیلی مشکوک توی این خانواده میشه. اون متوجه میشه که توی این خانواده روابط نامشروع وجود داره و وقتی که از جسد این دختر بچه هم DNA میگیرم kaybettik yok.
Çarşamba günü oldu bu. Çarşamba günü akşama yakın kayboldu. 4 gece 5 gündüz mü oluyor? Ne hal oluyor işte. Ben bu tarafa Suriye'ye gitmiştim. Çocuk bu tarafa gitmedi. Bu yanına gitti. Dedesi, babası gelmiş. Arabayı çok severdi. Arabaya bineceğim diye babasının arkasından Burak açmış. Anası tutmuş. Ondan sonra da çadırı yıkılasıca çadırı yapayım diye, düzenleyin diye onunla uğraşırken geç mi haber oldu, erken mi haber oldu bilmiyorum. Bir bakmış çocuk yok. متوجه میشن که پدر بزرگ این دختر بچه که اسمش حسن یاغال بوده پدر بیولوژیکی این دختر بچه است، یعنی پدر بزرگش نیست و رسما پدرشه دیگه. و پلیس متوجه روابط نامشروع توی این خانواده میشه و تصمیم میگیره دوباره چندین ساعت با هر کدوم از اعضای این خانواده صحبت بکنه و از اونا بازجویی کنه. وقتی که نوبت مادر این دختر بچه میرسه و ازش راجع به این میپرسه، میگه که به طور مخفیانه این پدر بزرگ چندین بار به این خانم تجاوز میکنه و این خانم هم از ترس جونش اصلا این حقیقت رو به هیچ کس نمیگه. و پلیس احتمال داد که نواهای دیگه هم که این پیرمرد داشته به احتمال زیاد بچه های خودشن، یعنی به عروسای دیگه‌ش هم ممکنه که تجاوز کرده باشه. وقتی که پلیس متوجه روابط نامشروع بین این خانواده میشه، دیگه فقط تمرکزش روی نحوه به قتل رسیدن این دختر بچه نبوده و این روابط هم جزوی از پرونده حساب میشه و تو سال 2021 برای حسن یاغال دادگاه تشکیل میشه و توی اون دادگاه اون پیرمرد همه چی رو رد میکنه، ولی دادستان مدارک محکمی داشته که توش نشون میده حسن یاغال به عروسای خودش تجاوز کرده و اون دخترم بچه خودش بوده. بعد اون به زندان منتقل میشه. توی سال 2024 دادگاه تجدید نظر برگزار میشه و توی اون دادگاه احکام حسن یاغال رو سنگین‌تر میکنن و اون به 10 سال زندان محکوم میشه. و بعد از گذشت سالها و انجام تحقیقات مختلف پلیس هنوز متوجه نشدن که اون روز چه کسی این دختر بچه رو به قتل رسونده. پرونده مسلم یاغال فقط یه پرونده قتل بچه 3 ساله نبود. اون از یه گم شدن ساده شروع شد و به بازجویی چند ساعته خانوادگی کشیده شد و دادگاه‌های طولانی تشکیل شد و پدر بزرگ این خانواده به زندان منتقل شد. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. اگه این پرونده رو دوست داشتید ویدیو رو حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید.